خب آقای من خب، در خواهش میکنم. خدمت پس هست. لطف میکنی شما اونایی که میان تو به اصطلاح خودتون تیکر میکنین ازش. خب، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، بی نهایت ممنونم از حضورتون در این جلسه کانون مهندس گروه کشاورزی منابع طبیعی قابل تجدید و محیط زیست. بی نهایت ممنونم از لطفتون که تشریف آوردید. به هر حال این گروه ما هر ماه سعی میکنیم که یک وبینار داشته باشیم و یا یک بازدید. در نتیجه اگر علاقمندم باشید که بپیوندید به این گروه به هر دلیلی، به هر حال خوشحال میشیم. و در قسمت چت هم وبسایت کانون و ایمیل کانون هم هستش. اگر علاقمندید به هر حال میشه ایمیل بکنید و به طور قطع بعدا ما تماس خواهیم گرفتیم و که بتونیم به این گروه به اصطلاح اضافه کنیم. به هر حال امروز یک سخنران خیلی عزیزی رو داریم، آقای دکتر نوی نعمتی. بی نهایت ممنونم از لطفتون که این دعوت رو قبول کردیم مال کانونو، و دفعه اول نیست، ولی بی نهایت ممنونم که دوباره زحمت کشیدید و امروز سخنران ما هستید. و من با اجازهتون یک مختصرا به اختصار یک بکگراند آقای دکتر نعمتی رو خدمت دوستان عرض می کنم که بعداً بشه برنامه رو شروع بکنم. آقای دکتر نعمتی فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران هستند که برمیگرده به 1966 که فارغ التحصیل شدند، و در سال 1995 هم دکترای خودشون رو در زمینه آگرونومی یا زراعت از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کسب کردند. در ایران بیشتر فعالیتاش با وزارت کشاورزی بوده و به مدت بیش از 30 سال به عنوان محقق پنبه سابقه تحقیقاتی و مطالعاتی در این وزارتخانه داشتند و به موازات این کارهای تحقیقاتی کارهای فعالیت‌های آموزش عالی رو هم در سطوح لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو با دانشگاه آزاد واحد ورامین و کرج داشتند و به مدت 3 سالم ریاست اون دانشگاه کشاورزی واحد ورامین رو به عهده داشتند. آقای دکتر نعمتی در یک دوره در سال 1354 که اینو برنگردونم به سال مسیحی، به هر حال یک دوره تحقیقاتی سیتو ژنتیک پنبه رو در کشورهای فرانسه و ساحل عاج را گذروندن و در یک مقطعی نیز پروژه تحقیقاتی مشترکی رو با کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه International Cotton Advisory Committee انجام دادن و در سمینارهای متعدد بین‌المللی پنبه در کشورهای یونان، استرالیا، شوروی، ترکیه و امارات متحده عربی، عمدتاً در رابطه با تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه پنبه داشتن و اصلاح بذر پنبه، در این سمینارها شرکت کردند و پیپرهای خودشون رو ارائه دادن و در حال حاضر هم بازنشسته هستند، در کانادا هستند و بازنشسته تا اونجایی که من یادم مؤسسه تحقیقات پنبه وزارت کشاورزی در ایران هستند. اگر احتمالاً آقای دکتر نعمتی موردی هم هست که میتونی اضافه کنی خیلی خیلی ممنون میشم و بی نهایت ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اشکالی نباشه من دیگه بتونیم به اصطلاح برنامه سخنرانیتون رو گوش بدیم. خیلی ممنونم از اومدنتون. میکنم. تشکر فراوان دارم از همه دوستان شرکت کنندگان و به خصوص از کانون مهندس که باعث میشه که ما بتونیم تحقیقاتی که کردیم یا بررسی هایی که کردیم و اینجا ارائه بدیم و با دوستان ارتباط علمی و تحقیقاتی داشته باشیم، چون در هر صورت ما حالا نمیدونم معتاد شدیم به کار پژوهش و اینا و کنار نمیتونیم بذاریم. یعنی سال هاست که انجام دادیم و بازم هنوز
رها نمیتونیم بکنیم و هنوز سرمون به تحقیق و پژوهش و اینا بنده و در خدمت دوستانم هستیم. انشالله که بتونیم مطالبی که لایق باشه حضورشون ارائه بکنیم. متشکرم. خب بنابراین ما مطلب رو اینطوری شروع میکنم که چون مطلب خیلی زیاده یه مقدار تقسیم بندیش کردم. اگه اجازه بدید بریم روی اسلایدا و که گویاتر باشه و مطلب رو ادامه. بله پس این اسلاید الان تصویر درسته آقای دکتر. سخنرانی من زندگی حیرت انگیز زنبور عسل که بسیار زندگی جالبی داره که انشالله من بتونم خوب خدمتون ارائه کنم و برای اینکه مطالب زیاده اینا رو تقسیم بندیش کردم به این صورت که در قسمت اول شناسایی و نام علمی زنبور عسل رو راجبش صحبت کنیم و حالا فامیلاش و وابستگانش و رفتاری که دارن و قسمت دوم زندگی و تکثیر و تولیدش و بعدم بیماری ها و آفات و دشمنانی که داره. قسمت سوم تولید و کیفیت عسل رو بگیم و قسمت چهارم آمارهای بین المللی یعنی هم جهان و هم ایران و هم کانادا رو با هم دیگه مقایسه کنیم و قسمت آخرم که شاید مهمترین قسمتش باشه نقش مؤثر زنبور عسل در گرد افشانی یا پولینیشنه که دیگه زندگی سازه. در هر صورت این تقسیم بندی رو به این صورت من کردم که بتونم یه مقداری از عهده‌اش بر بگم. خب قسمت اول نامگذاری بود. اینجا بینومیال یا باینومیال، بینومیال چون لاتینه این یعنی دو اسمی کردن موجودات زنده. موجودات زنده چه گیاهان چه حیوانات نامگذاری شد توسط کارل لینه که من اینجا عکس ایشون هم آوردم. دانشمند بزرگ سوئیسی که گیاهشناس بود و کار بزرگی را شروع کرد. یعنی از در سال 1750 به بعد اومد تمام گیاهان و حیواناتی رو که میتونست بررسی کرد و براش نامگذاری کرد که این نامگذاری ها مهم اینه که اون قسمتی که قرمز نوشتیم جنس و گونه، به فارسی اون جنس رو جنس میگیم و گونه، یعنی هر موجود زنده ای این دوتا رو مشخصش که در اینجا جنس زنبور عسل آپیسه و گونهش هم چند تا گونه داره که دو تا گونهش مشهوره که پایین عکسشون رو میبینید. اولش آپیس سراناست که این زنبور آسیاییه و بعدش آپیس ملیفرا که این زنبور غربی یا بعضیا ایتالیایی بهش میگن. در هر صورت مال مناطق غربیه که بیشتر تولید با همین آپیس سرانا یا زنبور آسیا است. پس این کار بزرگیه که لینه کرد و موجودات رو نامگذاری کرد و در هر صورت کار علمی رو شروع کرد روی موجودات مختلف. خب حالا این دو تا زنبور آسیایی به دلیل مقاومتی که در برابر بیماری ها و توانایی ها تحمل طیف وسیعی از دماها گرماها را میتونه تحمل کنه شناخته شده است
و چون در چین هم ازش استفاده میشه و چین بالاترین تولید داره، بنابراین بالاترین تولید عسل جهان هم این زنبور داره. این هم زنبوریه که کمی درشتره، همون زنبور غربیه یا ایتالیاییه و این هم یه زنبور کوچک جثه‌ایه که بیشتر در لبنان و اسرائیل دیده میشه که این تولید عسل نمیکنه. خب اینجا چون زنبور جزء حشرات، لازمه یه 2-3 دقیقه راجع به حشرات صحبت کنیم. خب حشرات اهمیتشون اینه که یعنی گونه های بسیار زیادی در جهان دارن، در طبیعت هستن. یعنی اینها تعداد گونه هاشون اندازه تمام گونه های گیاهان و جانوران دیگه هست. اینقدر فراوانیشون زیاد. یعنی شما تو هر خیابونی اگر یک آجری رو که کف خیابون بلند کنی می‌بینی که 2-3 تا حشره زیرش داره راه. اینقدر فراوانیشون زیاده و خب چون تخم هم زیاد میذارن، تعداد جمعیت زیادی ایجاد میشه، منتها خب عمرشون هم یه مقدار کوتاه‌تره. که اینجا من چند تا نمونه از حشرات هم آوردم که زنبور عسل جزء حشراته. اینجا اولش اون کفش دوزک که 2 جور کفش دوزک 7 نقطه‌ای و 11 نقطه‌ای داریم که 7 نقطه‌ایش ضرری نداره و 11 نقطه‌ای آفته. بعدم پروانه است، بعدم ملخه و بعدم سنجاقک. یه مقداری بدونید که فامیلای زنبور عسل کیا هستن و حالا رفتارشون رو میبینیم روی خود زنبور عسل که به چه صورت. خب و اما خود زنبور عسل وقتی تو کندو رو بخوایم بررسی کنیم، 3 نوع زنبور تو کندو وجود داره. اولیش ملکه است که حالا بهتره مثلا اسم مادر روی این میذاشتیم، یعنی مادر همه افراد داخل کندوه. و بعدش کارگرها هستن که تعدادشون بسیار زیاده و بعد نرها هستن که تعدادشون بسیار کم. یعنی یک کندویی که حدود 60,000 زنبور داره، اینا همشون کارگرها هستن که کارهای مختلف میکنن، از پرستاری مثلا بچه ها تا نمیدونم نگهبانی دم در و عده‌ای که میرن دانه گرده میارن و عده‌ای که میرن شهد و شیرینی میارن. اینا پس نقششون همه مشخصه و ملکه هم کارش فقط تخم گذاریه. علتش هم اینه که ملکه بایستی روزی حدود 2000 تخم بذاره، چون عمر زنبورای کارگر حدود 45 روزه و بعد از 45 روز اینا از بین میرن و بعد اینا رو میبرن راه دور، میندازنشون دور که یه وقت مثلا آلودگی هم ایجاد نکنن، چون بسیار کندو تمیز نگه داشته میشه و زنبورای نرم حدود 100 تا و زیر 100 تا، حد اکثر گاهی 200 تا خواهند بود بسته به فصل و نیازشون. در این کنار ببینید که ما تعداد کروموزوم هاشون رو نوشتیم. ملکه و کارگرها 32 کروموزوم دارن، یعنی 16 جفت دارن. اینا دیپلوید بهشون میگیم، یعنی جفت جفت هست کروموزوم هاشون. 16 جفت ملکه داره، 16 جفت هم کارگر داره. ولی نرها که درون بهشون میگن، این درون ها یا نرها، اینا هاپلویدن، یعنی فقط 16 کروموزوم داره و فقط برای جفتگیری هست و ایجاد تخم‌هایی که بایستی بعداً استفاده. اینجا باز میبینید که مال آپیس ملیفرا،
قیافه هاشون رو میبینین، ملکه و کارگر که جثهش کوچیکتره و نرها که یه مقدار درشترن، منتها ملکه از همه بزرگتره به خاطر اینکه بایستی شکم بزرگتری داشته باشه که تمام این گامت ها رو نگهداری کنه که بتونه تخم تهیه کنه و تخم گذاری کنه و نسل کندو رو نگه داره. خب اینجا ملکه زنبور یه قسمتی داره به نام اسپرماتیکا. اسپرم، نگهداری اسپرم در اونجاست. یعنی وقتی که این ملکه جفتگیری میکنه اسپرما رو نگهداری میکنه تا حالا تا حدود که زنده هست. یعنی ملکه ها بین 2 تا 7 سال عمرشون. اونجا من گفتم که کارگرها 45 روز عمرشون و نرها حدود 60 روز عمرشون، ولی ملکه بین 2 تا 7 سال عمرشون. و وقتی که حالا تو مرحله اسلاید بعدی این بهتر نشون داده میشه، ببینید ملکه کارش فقط تخم گذاری که تخم‌ها رو میذاره، تخم‌ها 6 روز بعد بیرون میان که لارو یا کرم، این لارو ها یا کرم ها هستن و بعد 10 روز بعد درشت میشن و توی حشرات کلن لارو ها هستن که پرخور هستن. یعنی بیشترین غذا رو و همین لارو ها هستن که در حشراتی که آفت هستن بیشترین خسارت رو میزنن. یعنی خود حشرات بالغ زیاد غذا نمیخورن، خیلی محدوده غذا خوردنشون، ولی وقتی که به صورت لارو هستن بیشترین غذا رو میخورن. بعد قسمت بعدی اینا تبدیل میشن به شفیره. کل حشرات رفتارشون به همین صورت، زنبور عسل هم همینطور. پس لارو ها بعد از 15 روز به شفیره تبدیل میشن و بعد از 18 روزی شفیره کاملا رسیده میشه و زنبور بالغ بالاشو سوراخ میکنه و بیرون میاد که میبینید بعد از 21 روز اون زنبور بالغ بیرون اومده. پس این وضعیت این هاست. منتها زنبورهای کارگر و نرها عمرشون کوتاهه. ملکه وظیفش تخم‌گذاریه برای اینکه این جمعیت کندو رو به حدود مثلا 50-60 هزار زنبور نگهداری کنه. یعنی باید حدود 2000، شوخی نیست، روزی 2000 تا 2500 تا تخم باید بذاره تا اینا هی تبدیل بشن به زنبورهای جدید که اون زنبورهایی که از بین میرن جایگزینشون میشه. خب اینجا ما یه زنبور کارگر رو که این باز آپیس ملیفراست میبینیم که به چه صورت. زنبورها مثل بقیه حشرات 3 قسمت بدنشون هست که میبینید اینجا سرشونه، سینهشونه و شکمشون و 6 نام پا داره. حشرات 6 تا پا داره، بنابراین این 3 تا پا، 6 تا پا به قسمت سینه وصل. و در جلو میبینید اون پروبوسیس که زبونشونه اونجا نشون داده شده و این زبون بلند و باریک و موداریه که به عنوان نی عمل، یعنی وسطش نی ماننده، میتونه بمکه آب و یا مثلا شهدها رو میمکه و نگهداری میکنه و به کندو میاد. بنابراین زبون خاصی داره. در اون قسمت بالا هم چشماش به صورت مرکبه، ولی 3 تا چشم ساده هم یا اوسلی اون بالا میبینید که روی سرش اون قسمت دیگر نشون ندیم. این هم چشمای ساده شه. پس چشمای ساده داره و چشمای مرکب دیدشون کمه ولی در زاویه های مختلف نور بهش میرسه، یعنی همه جهات رو میتونه تشخیص بده، منتها خب دید ضعیفتری داره. اینجا باز اون پروبوسیس رو میبینید، این که زبونشه که برای مکیدن شهد و آب و این هاست
و این طرف هم اسپرماتیکای چیز رو میبینید، مال ملکه رو میبینید که اسپرم ها در اینجا نگهداری میشه. این اسپرم ها، خب برید این زنبور ممکنه 7 سال عمر کنه این ملکه، بنابراین این اسپرم تبدیل به تخم نمیشه. اسپرم ها در داخل اسپرماتیکا نگهداری میشه و اون تعدادی که مثلا 2000 تخمی که باید گذاشته بشه، اینا بیرون میان و تخم ها تولید میشن و بعد تخم گذاری میشه، که این خودش از عجایبه که الان بررسی های جدید که بعد از حالا بررسی هایی که چیز انجام داد، موریس مترلینگ انجام داد، بررسی های جدید این اسپرم ها رو توی موادی نگهداری میشه که بررسی کردن حدود 53.8% چربیه. یعنی این لیپیدها باعث میشه که اینا از مواد دیگری هم هست همه اندازه‌گیری شده و این نگهداری میکنه که جز عجایبه که میتونه حدود ملکه بین 2 تا 7 سال در هر صورت فعاله و تخم گذاری میکنه و این اسپرما در این محیط نگهداری میشه و این هم از عجایب خلقت. خب اینجا راجع به شهد گل و بقیه چیزهایی را که زنبور از بیرون میاره، یعنی زنبور خب عاشق گله دیگه، یعنی وقتی گلها هست زنده هست و فعاله، وقتی گلها تموم بشه میره مثلا زمستونا داخل کندو و بیرون نمیاد. پس گلو یکی شهد گیاهان رو میگیره که این مواد شیرینی هست که با همون زبونش که لوله ماننده میمکه و میاره به کندو و این پس 3 تا ماده انرژیزا رو به کندو میاره. یکی ما وقتی که از مواد انرژیزا بخوایم صحبت کنیم، خب 4 تا هستن که الکل ای بذاریم کنار، یکی هیدروکربن ها هستن که همین قند ها و نشاسته ها هستن، یکی پروتئین ها هستن که اسیدهای آمینه هستن و یکی هم روغن ها هستن که اسیدهای چرب فتی اسیدها هستن. خب این 3 تا رو نیاز داره. بنابراین شهد گل اون چیز از نکتارها شیرینی رو میگیره، قند رو میگیره و پروتئین و روغن رو از دانه های گرده میگیره. یعنی شاید تنها و معدود حشره‌ایه که به دانه گرده علاقمنده و اینا بدنش هم جوریه که دانه های گرده بهش میچسبن و اینا رو به داخل کندو میبره. پس داخل کندو مواد انرژیزایی که میبره، یکی پروتئین و روغن و با دانه های گرده میبره و قند و با شهد و اون نکتارهای گل و گیاه میبره. خب در اینجا چیزهای نیشی که حشرات میزنن، زنبورهای کارگر، خب میبینید که نیش دارن، منتها این دست چپ نیش زنبورهای کارگر، اون ورکر که نوشتن این نیش زنبورهای کارگر. اینا اگر به انسان یا به حیوانی چیزی نیش بزنن، به علت این دنده هایی که میبینید روی نیشش دیگه نمیاد بیرون و کنده میشه. بنابراین اینجا دست راست میبینید که اون قسمتی که هست از بدن زنبور جدا میشه و چون این قسمت کنده میشه، زنبور پس از نیش زدن مدتی بعد تلف میشه. ولی ملکه اینطور نیست. ملکه نیشش بالا میبینید که هیچ اون دنده ها رو نداره، بنابراین حالا لازم نیست، ولی یه جایی هم اگر لازم باشه ملکه نیش بزنه باعث مرگش نمیشه. اینم چیزیه که نیش های زنبور عسل متوجه شد. خب اینجا عکس دیگری رو آوردیم از آقای موریس مترلینگ که دیگه
نزدیک 20 سال روی زنبورهای عسل کار کرده و نه تنها زنبور عسل، مورچه ها کار کرده، یعنی و یکی هم موریانه ها، یعنی تمام حشراتی که به صورت اجتماعی زندگی میکردن برایشون جالب بوده و عمرش رو روی این گذاشته، با اینکه ایشون تحصیلاتش روی قضاوت بوده و وکالت، ولی اونو گذاشت کنار، نویسندگی رو پیشه کرد و بعدم دیگه اومد مثلا کندوی شیشه‌ای درست کرد و نشست پای زندگی این زنبورها و خب کتاب بیشتر اطلاعات ما هم از کتاب ایشونه که نوشته، منتها بعد از ایشون باز خیلی تحقیقات دیگه رو زنبور عسل انجام شده، ولی هنوز خیلی چیزا مبهمه و نمیدونن این فرمان ها به کندو از کجا میاد و چرا اینطور منظم اینا همه فرمان بردار. پس اینم به یاد آقای موریس مترلینگ که از 1862 تا 1949 بوده. ایشون اهل بلژیک بوده که منتها شهری بوده که نزدیک فرانسه بوده، نزدیک پاریس، و اومده به پاریس و بعدم در جنوب فرانسه هم فوت کرد و بیشتر فعالیتش در فرانسه بوده و زندگیش هم در اونجا گذشته. خب اینجا بریم سراغ کندوها و در هر صورت شانه های داخل کندو. شانه های داخل کندو که اون شکلی که میسازه روش به صورت شش ضلعیه، یعنی این شش ضلعی بودن خود مسئله خاصی است که بحث‌های زیادی روش شده. چرا اصلا اینطوری ساخته؟ چون ببینید این قسمتی که حالا اون قسمت بالا رو ببینید که اون سیاهی ها اونا مومه، یعنی زنبور با موم اینا رو جوری میسازه که حداقل موم مصرف بشه و حد اکثر فضا وجود داشته باشه. منتها تئوریای زیادی روی این به وجود اومده که اصلا یه دانشمندی گفته که نه، اون اصلا میاد دایره میسازه که این وسط میبینید دایره میسازه، چون فشار بهش میاد اینا میشن به صورت شش ضلعی در میاد. در صورت اینطور درست نیست. چرا؟ چون اون مومی که زنبور میسازه، یعنی زنبورهای کارگر، در شکمشون 8 غده دارن که این غده ها تولید موم میکنه و با اون موم این شانه ها رو میسازن. اون موم بعد از اینکه از بدن زنبور خارج میشه مدت کوتاهی که بگذره صفر میشه. یعنی این نظری که میگه اون نمیفهمه دایره میسازه بعد خودش میشه شش ضلعی، اینطور درست نیست. این در هر صورت آرشیتکتیه که ایجاد کرده و اینا همه سوالاتیه که چرا اینطوریه و کی این آموزش ها رو به این زنبور داده که چند هزار ساله داره به این طریق کندو میسازه و شانه میسازه. خب در اینجا شما یه جمعیتی از زنبورای عسل رو میبینید که دور ملکهشون به صورت ازدحام کردن. سوارم یا ازدحام مال زنبورای عسل چه موقعی پیش میاد؟ وقتی که یک کندویی بزرگ شده و نیاز هست که این تقسیم بشه و یه ملکه جوانی شروع به کار بکنه. ملکه قدیمی حرکت میکنه با 2/3 از زنبورهای داخل کندو. 2/3 از زنبورها دنبال این میکنن و حرکت میکنه، کندو رو ترک میکنه و اونجا در کندوی باقی مونده که 1/3 زنبورهای کارگر میمونن به لاروها میان
ژل رویال میدن و ملکه جدید ایجاد میشه که حالا اونم داستانش الان بعد وقتی بریم جلوتر صحبت میکنیم که به چه صورت این کار انجام میشه. پس این ملکه قدیمیه که اینجا البته موریس مترلینگ بسیار احساساتی مطالبی می نویسه که این ملکه با اینکه بچه هاش یه سومش اونجا میمونن، امکاناتش اونجا هست، تمام اصلاش و تمام اون چیز هایو کندوی در از آباد و آمادهش رو رها میکنه میاد اینجا، فقط برای اینکه قراره که این کندو به جای یکی مثلا تبدیل به 2 تا بشه. خب اینا باز چیزهای مختلفه، ازدحام‌های مختلفه و اینجا هم دیگه شرحشه. اینم مال یه نوع زنبور دیگه است. باز اینم مال فلورئا، همون زنبور ریزه و اینم مال زنبورهای وحشیه. پس اینا همه نوع زنبورها این حرکات ازدحام رو دارن. یعنی این روشیه که دور ملکه‌شون رو محاصره میکنن. یعنی زنبورها 2 تا دست جلوشون رو به 2 تا پای اون زنبوری که جلوشونه وصل میکنن و مثل زنجیر میشن و همه دور ملکه رو میگیرن که ملکه سالم بمونه و مشکلی براش پیش نیاد. اینجا من نظر این از کتاب موریس مترلینگ گرفتم، از روش براتون میخونم که ببینید چطور احساساتش. میگه بیایید بار دیگر شجاعتی را تحسین کنیم که زنبورها با آن زندگی را از نو در بیابانی برهوت آغاز می‌کنند. آنها شکوه و ثروت شهر مادری خود را فراموش کردند. جایی که وجود به طرز تحسین برانگیزی سازمان یافته و قطعی شده بود. جایی که جوهر هر گلی که یادآور آفتاب بود آنها را قادر می‌ساخت تا به تهدید زمستان لبخند بزنند. آنها هزاران و هزاران دختر از خود به جا گذاشتند که دیگر آنها را نخواهند دید. اینجا در سرای جدید چیزی نیست، نه یه قطره عسل، نه یه لقمه موم، نه علامت راهنمایی و نه پشتیبانی. پس ببینید میگه که این زنبور قدیمی واقعا فداکاری میکنه که اینجور ترک میکنه محیط و میذاره برای اینکه یه ملکه جدیدی به وجود بیاد و اونو توسعه بده. اون در صورت اینجا نه عسل داره، نه کندو داره، نه شانه موم داره، هیچی نداره، ولی اومده بیابان. منتها زنبوردارها میان وقتی یه همچین داستانی پیش میاد کندو رو میارن اونجا و اینا رو هدایتشون میکنن داخل کندوی جدید و میبرن و نگه دارن. اینجا هم چند تا مسئله جالبی بوده که من حالا گفتم برای که یادم نره آوردم که راجع به یکی همین ژل رویاله که وقتی که یعنی زنبورهای پرستار وقتی ببینن که چون ببینین ملکه 2 تا چیز فرمون از خودش ساطع میکنه، یعنی جلو دهنش یه محفظه‌ای داره که فرمونهایی را که فرمان برداری میکنن زنبورها ازش، چون حشرات کلا فرمون میفرستن. یعنی ما تو مزارع هم وقتی که میخواستیم چیز کنیم تله هایی را ایجاد کنیم که حشرات رو بگیریم در مزارع، از این فرمون یعنی یه ماده ها فرمونی میفرستادن که تمام نرها می اومدن به اون طرف. بنابراین این فرمون رو میذاشتن توی یه تله‌ای وسط مزرعه، تمام این نرها می اومدن اونجا دستگیر می شدن و بنابراین کار تکثیر اینا به کلی به هم می‌ریخت. حالا این ملکه زنبور عسل هم 2 نوع فرمون
ترشح میکنه و پخش میکنه تو هوا. بیشترش اونه که ترشح فرمونیه که اجازه نمیده به زنبورهای کارگر که موادی رو بدن، یعنی این ژل رویال رو بدن به لاروها. چون اگه این ژل رویال رو به لارو بدن تبدیل میشه به ملکه، یعنی اون زنبوری که 45 روز عمرش بوده تبدیل میشه به 2 تا 7 سال. بنابراین با این فرمون جلوگیری میکنه از دادن و ایجاد ژل رویال به لاروها و ژل کارگری رو بهشون میده که اینا همه کارگر میشن و 45 روز هم بیشتر عمرشون نیست. خب بعدش دیگه چیز جالبی که هست راجع به ملکه های جوانه. ملکه های جوان به این صورت به وجود میان. پس وقتی که این ملکه رفت و اونجا شما دیدید ازدحام رو دیدید، اینجا دیگه ملکه ندارن کارگرا. اون ملکه قبلی بهشون فرمان داده که اینا ژل رویال بدن به این لاروها. بنابراین کارگرهایی که پرستار اینا هستن میان ژل رویال بهشون میدن، منتها به چند تاشون میدن و به این صورت که هر کدومو مثلا اولی رو که میدن 2-3 روز بعد به بعدی میدن، باز 2-3 روز بعد به بعدی میدن. چرا؟ که اینا دونه دونه بیان و ملکه بیاد بیرون ببینن که این لیاقت داره، به درد میخوره، میتونه خودش رو حفظ کنه. اگر این ملکه اولی که به ژل رویال دادن اومد بیرون و قادر از خودش نشون بده که تواناست و لیاقت داره، این ملکه اونا رو دیگه نمیذاره زنده بمونن. یعنی این خودش اونا رو همونطور که نیامدن بیرون از بین میبره، یا اگر اتفاقی هم یکشون اومد بیرون و به صورت حشره بالغ اومد بیرون و ملکه بود، با هم درگیر میشن، هر کدوم قوی تر بودن اون یکی رو از بین میبرن. در هر صورت یه ملکه در کندو نمیتونه باقی بمونه. خب این ملکه جوان پس باقی مونده، اون ملکه های دیگری که میخواستن ایجاد بشن و از بین مرده. الان آماده است برای پرواز عروسی یا پرواز جفتگیری که میاد چند ساعتی یا مثلا 1-2 روزی این پرستارا غذاهای قوی بهش میدن و این هم هی ورزش میکنه و قوی میشه که نشون میده میتونه پرواز کنه خیلی سریع و خیلی بلند. و وقتی آماده شد شروع میکنه به بیرون رفتن و تمام این درون ها یا نرها دنبالش میکنن تا میتونه ارتفاع میگیره و تا میتونه سرعت داره. همه زنبورهای کارگرم با شادی اینو دنبال میکنن و اینقدر میرن. اولین زنبور نر که جفتگیری کرد، حالا بعضی از روایت ها اینه که این میمیره و میفته، ولی بعضی از روایت ها اینه که ساکتن. حالا در هر صورت این وضعیتش میشه و بعد تقریبا با 12 تا نر این جفتگیری میکنه تا دیگه سنگین میشه و تمام این اسپرم ها در داخل شکمش نگهداری میشن و برمیگرده به کندو و همه اون زنبوران برمیگردن و دیگه بسیار شاد و خندان خواهند بود. چیزی که اونجا گوشه پایی من نوشتم، ملکه برای تبدیل شدن به مادر ضروری است که در 20 روز اول زندگی خود با زنبور نر ملاقات کند. اگر به دلایلی بیش از این مدت به تعویق بیفتد با کرگی او غیر قابل برگشت می شود. پس فقط 20 روز، معمولا 20 روز طول نمیکشه، اینا تو همون 4-5 روزه این عمل انجام میشه. ولی خب این بررسی هم شده که این محدودیت زمانی هم هست. خب زنبورها یه چیزی تولید میکنن به نام پروپولیس یا برموم.
فارسی بهش میگیم، که این مخلوط از صمغ و بزاقشون و موم و اینها که به صورت چسبه و برای اینه که اون شکاف‌های کندو رو که کمتر از 6 میلیمتره با این بر موم ها میگیرن و اگر مثلا شکافا بیشتر بود دیگه بایستی با موم یا همون وکس. اینم یه تولیدشونه. خب میرسیم به مبحث بعدی که دشمنان و آفات و بیماری های زنبور هاست. در اینجا شما یکی این زنبور زرد رو میبینید که اینا دشمنان زنبورای عسل هستن و اونا رو تیکه تیکه میکنن میخورن و اون سربازانی که در کندو هستن به اینها هیچ گونه اجازه نمیدن نزدیک بشن. قسمت بعدیش اون کنه واروهاست. کنه واروها بدترین آفت زنبور هاست و میاد رو بدنشون میچسبه. کنه ها 8 تا پا دارن، چون حشره ها رو گفتیم 6 تا پا دارن، کنه ها 8 پا هستن و میچسبن و خون اینا رو میمکن. روی حیوانات هم داریم، روی گیاهان هم کنه داریم که همه آفتن و در هر صورت بسیار مضر هستن و اینجا اکسالیک اسید رو اگر تزریق کنن داخل کندو این کنه ها از بین میره. اینجا زنبور زرد میبینید که مگس رو گرفته، اینا با نیششون سم رو میزنن به بدن حشره دیگر که حالا زنبور عسل هم باشه همینطوره، مسمومش میکنن و بعد تیکش میکنن و میکنن. یه بیماری دیگری هم هست که امریکن فولبراده. این یه باکتریه که باعث میشه نوزادان رو آلوده میکنه و قبل از این که لاروها تبدیل به شفیره بشن اینا از بین میرن، که اینم بیماری باکتریایی بسیار خطرناکیه و فقط هم با تابش اشعه و اینها مداوا میشه یعنی سالم میشن اینها، ولی بیشتر هم در قسمت های روی زنبور غربی هست. خب این هم که باز میبینید این یلو جاکت یا این زنبور زرد هست و اونم که ما بهش میگیم زنبور گاوی، اونم اینا هر دو دشمنان زنبور عسل هستن و آزارشون هم باز کده واروها زنبور. خب اینجا کنه رو شما رو بدن زنبور میبینید به صورت دایره که با همون گفتیم اکسالیک اسید میتونیم که از بینشون ببریم. اینا هم یه سری پرنده هایی هستن که بی ایتر بهشون میگن، بی ایترز. اینا زنبورا رو میگیرن و میخورن، زنبور دوست دارن بخورن. و یکی هم اینه که یه نوع پرداتور به قول فرانسوی ها، یعنی شکارچی زنبور. اینم رنگ سبز داره و زنبور شکار میکنه. اینا هم که خب شکارچی های عسل هستن، یعنی چه خرس و چه راکون و چه اسنک، اینا خیلی عسل رو دوست دارن و هر جا کندویی یا به صورت کندوهای تولیدی و یا به صورت وحشی توی درخت ها اینا پیدا کنن، عسل رو خیلی دوست دارن و میخورن، مشهورن به دوست داشتن عسل. خیلی خوب، پس حالا قسمت بعدی میریم سراغ تولید عسل دیگه، ببینیم اون حرفه اصلی شما چیکار میکنه. خب اینجا شانه های عسل رو میبینیم، کندوها رو میبینیم و برای اینکه
زنبورهای عسل انرژی زیادی رو مصرف میکنن که این 6 ضلعی ها رو بسازن، یعنی اون موم ها رو تولید کنن و با اون موم ها شانه رو بسازن و اون شانه بعدا داخل کندوه. حالا اومدن اختراع کردن که میشه که ما بیایم مقداری از این شانه رو براشون بسازیم، بعد بذاریم تو کندو و بعد که بررسی کردن دیدن زنبورها میپذیرن، یعنی مقداری موم رو یا اینکه حالا با مواد دیگری، ولی بهتری که خود موم رو پرس میکنن، دستگاهایی هست که پرس میکنن و میذارن توی کندو. این شانه ها مقدار مثلا 1/3 از مومی که لازم هست توش پرس شده به صورت 6 ضلعی موجوده و بنابراین زنبورها اینو میپذیرن، روش شروع میکنن بقیه موم ها رو میدن. پس کلی انرژی ازشون گرفته میشه، صرفه جویی میشه و تولید عسل بیشتری به این طریق. این هم از ابداعات جدید. خب حالا ببینیم که اصلا عسل چجوریه وضعیتش. خب شکر رو با عسل اگه بخوایم مقایسه کنیم، شکر 50% گلوکوزه و 50% فروکتوز. خب بهترین قند چیه؟ گلوکوز دیگه. گلوکوز یعنی قند خون، قند ما، قندی که تو خون ماست و انرژی برامون ایجاد. پس فروکتوز که از میوه، اسم فروت میوه گرفته شده، قندیه که باید بره تو بدن تبدیل بشه به گلوکوز و تبدیل بشه برای اینکه پس انرژی میگیره تا بخواد. بنابراین قندی که بیشتر گلوکوز داشته باشه مرغوب تر. خب شکر 55، ولی عسل 40% فروکتوزه و 30% گلوکوزه. ولی به جای این مقداری که کم داره 30% کم داره از 100%. اون 30%ش مواد مفیده، یعنی مغنیزیم، پتاسیم و خیلی چیزهای دیگری که برای بدن مفیده. یعنی فرق شکر و عسل اینجاست. ولی شکر سطح قند خون رو سریعتر بالا میبره، ولی که گلوکوز 50% گلوکوز داره دیگه. یعنی شما شکر نسبت به قندهای گیاهی هم خیلی برتری داره، یعنی به گیاهی خودش، چون یا مال چغندره یا مال نیشکر و اینقدر که دنبالش بد میگن. شما مثلا شربت ذرت رو که ببینید 45% گلوکوزه و 55% فروکتوزه، یعنی به مطلوبی و خوبی شکر نیست. و اینجا الان یه قاشق چایخوری نوشتیم که یک قاشق چایخوری شکر 64 کالری داره و قند 49 کالری داره. اون 64 کالری برای که موادی داره که کالری ایجاد میکنه و باعث انرژی بیشتری میشه. خب اینجا عسل‌های مختلف رو که رنگ‌های مختلفی دارن که از گیاهان مختلف به دست میاد دسته‌بندی کردیم براتون. عسل افرا مثلا لیمویی، عسل اسپرس زرد، عسل میوه ها متمایل به قهوه‌ای زردن، عسل شبدر که خب خیلی عطر خوبی داره، شبدر قرمز زرد متمایل به قرمز، عسل نارون و صنوبر و همینطور مثلا عسل آویشن قرمز رنگ و عسل مرکبات هم زرد روشن. این هم یه سری اطلاعات راجع به عسل. خب و اما تولید عسل. خب ببینید اینجا دنیا رو 11 کشور عمده تولید کننده عسل رو فقط من آوردم. 11 کشور که میبینید چین اصلا از همه بیشتره. یعنی چین رو اگه بخوایم
بررسی کنیم 1/4 تولید عسل جهان در چین تولید. 1/4 یعنی نزدیک 500,000 تن. و بعدش هست ترکیه، سوم ایران، بعد آرژانتین، اوکراین، هندوستان، روسیه است، مکزیک و آمریکا و برزیل و کانادا هم 11میه. پس کانادا هم جزو تولید کننده های عمده عسل جهان. خب پس این وضعیت مقایسه بین کشورهاست و عمده تولید کنندگان. و اما ایران بین استانها را اگه مقایسه کنیم می‌بینیم آذربایجان غربی به علت اینکه بیشتر کوهستانیه و گلهای فراوانی داره اوله، و بعد آذربایجان شرقیه، بعد فارس، اردبیل، مازندران و وسایل. حالا اینا در ضمن کیفیت عسلاشون هم متفاوته دیگه. حالا وقتی گلها رو الان نشون میدیم آخر میبینید که زنبورها چه نوع گلهایی را بیشتر دوست دارن. این هم باز نموداری رو همون محصولات ایران رو همون آمار. خب اینجا اومدیم کانادا یه مقایسه ای کردیم استانها رو در سالهای مختلف که اینجا 2 تا استان شما میبینید، یکی آنتاریو یکی بریتیش کلمبیا. اینجا در اصل بیکیپرها یا زنبورداران و آمارشون رو گرفتیم که بیشترین زنبورداران توی آنتاریو و بریتیش کلمبیا هست. خب پس ببینیم این تولید اینا پس باید بیشتر باشه. ولی وقتی میریم رو نمودار بعدی میبینیم که نه، تولید اصلا یه چیز دیگه است. یعنی مانیتوبا 20%، ساکاچوان 20، ساکاچوان حالا هر چی خودشون بهتر میتونن بگن 21.9 و آلبرتا اوله اینجا. پس بستگی به تعداد کندوداران نیست، حجم کار آلبرتا فوق‌العاده است. یعنی که چیزا تولید کننده های بزرگ داره و میبینید که 34,000 یا در از 34 میلیون اینجا پونده تولید داره. یعنی 38 تقریبا 39% تولید کانادا رو آلبرتا انجام میده. پس این هم وضعیت تولید عسل در کانادا. خب اینم که یه مقداری من توضیح دادم که راجع به شهد و راجع به دانه‌های گرده و این پرخور بودن لارک‌ها رو اینجا نشون میده که زنبورها مثلا حدود 4 میلی گرم گرده مصرف میکنن، از که لارک‌ها 187 میلی گرم، 125 تا 187 میلی. چقدر بیشتر از چیزها بالغ‌ها مصرف میکنن. در کل حشرات همینطوره، اینها لارک‌ها بسیار پرخوراک هستن و مصرفشون بالاست. 15 برابر اینا توی شهر بیشتر میکنن. خب اینجا باز قانون فاو رو که گفته که نمیتوان عسل را بر اساس نام گیاه نامگذاری کنیم. میگیم مثلا عسل شبتر یا عسل پرتقال، اینا درست نیست. میگن که بایستی بر اساس پوشش گیاهی منطقه‌ای بگیم، مثلا عسل سمنان، عسل فیروزکوه، عسل خنثی. اینطوری. بعد راجع به عسل شربتی که مشهوره تو بازار، ظرف شربت آب و شکر و جلو کندوی زنبور میذارن. زنبور رو به جای اینکه از گل و گیاهان تغذیه کنن از شربت تغذیه میکنن. این عسل بهش میگن عسل شربتی. منتها خب خواص عسل مقداری داره چون اینا زنبور تولید میکنه، ولی خب
دیگه اون منابعی که لازم هست و ازش استفاده نکنیم. نمیه مقایسه. خب مسئله ای که هست راجع به زمستان گذرانی زنبور هاست. یعنی زمستون چیکار میکنن اینا؟ چون این حشره گرما دوست داره، فوقش بهار و تابستون رو دوست داره. وقتی پاییز میشه به قول مشهور میگن آخرای پاییز میبینید که این نرها رو میگیرن میندازن از کندو بیرون. چرا؟ چون داره هوا سرد میشه و اینا دیگه به در نمیخورن که. اینا فقط در فصل بهار وقتی که میخواد ملکه بره نیاز بهشون دارن. پس نرها رو حالا خود چیز هم موریس مترلینگ هم زیاد با نرها موافق نیست. میگه اینا یه آدمای پرخور و بی انضباط. شما تو کندو کسی چیز نباید فضولات بریزه. یعنی اینا کار دفعشونه که میخوان انجام بدن که زنبورها میاد بیرون انجام میدن. فقط 2 دسته هستن که داخل کندو فضولاتشون رو میریزن و یکی ملکه است که خب چیز کارگرها مسئول داره، جمع آوری میکنن میارن از کندو بیرون میریزن و تمیز نگه میدارن همیشه کندو رو. و یکی نرها هستن که هیچ رعایت نمیکنن، زیاد میخورن و اونجا کارهای بعدشون هم همونجا میکنن. بنابراین همیشه مورد بیمهری زنبورای کارگر هست. خب در زمستان زنبورا وقتی که درجه حرارت به 8 تا 9 درجه برسه دیگه زنبورا فعالیتشون تعطیل شده و داخل کندو بودن و برای اینکه ملکه رو گرم نگه دارن همشون دوباره همون حالت ازدحامی که اونجا دیدید روی درخت ها اینجا داخل کندو انجام میدن و اینو گرم نگهش میدن و اگر باز دیدن هوا خیلی سرده حرکات لرزانی رو انجام میدن که باعث ایجاد گرما بشه و یا بالاشون رو تکون میدن. به این صورت زمستون رو میگذرونن و هیچ از کندو بیرون نمیان و تعدادی از زنبورهای کارگر هم به علت اینکه نمیتونن بیرون بیان و فضولاتشون رو بریزن مریض میشن و از بین میرن. ولی وقتی که هوا حدود 8-9 درجه شد پروازهای پاکسازی انجام میشه که هم خودشون میان بیرون مدفوعشون رو میریزن، همین که میرن کندو رو تمیز میکنن و میان داستان زمستان میکنن. خب اینجا چند تا نکته است که خب حالا بریم سراغ پولینیشن. میگفتیم مهمترین قسمت زنبور اصل این پولینیشنه. شده من بتونم تو 5-6 دقیقه دیگه تموم کنم. یا گرد افشانی، ببینید دانه های پلن یا دانه های گردن رو در دست چپ میبینید و زنبور اون به پاهاش قرص هایی هست که این دانه های گرده وقتی میاد به گناه سرکشی کنه و دانه گرده ببره مقداری رو میاره و به گلهای دیگه میرسونه. یعنی این باعث میشه که گرد افشانی بشه. خب اینجا ببینید یکی سلف پولینیشن داریم ما که وقتی که گل خودش یعنی دانه گرده گل مادگی خود گل رو تلقیح میکنه، اینو اتوگامی یا سلف پولینیشن بهش میگیم. و بعد اگر که دانه گرده یک گیاه دیگری رو تلقیح کنه اون میشه کراس پولینیشن. یعنی بین این گیاه با گیاه دیگه حالت دورگیری به وجود میاد یا کراس. یعنی نوی از این گیاهه مادگی از اون گیاهه، بنابراین بچه‌ای که به وجود میاد شبیه دوتاشونه. حالا این کار زنبورهای عسل
غدد گل رو نشون دادیم که روی گل قسمت‌های مختلفی غددی که شربت داخلش هست. اینجا غدد رو میبینید یا گلاندها رو که همون نکتارها یا نکتاری ها هستن اینا، که نکتار داخل این هاست که الان یه موچه‌ای داره اون نکتار رو میمکه که زنبورای عسل از این نکتار برای تهیه عسل استفاده میکنن که قسمت قندش از این نکتاری ها برداشته میشه و اون شهر. اینا پاهاشونه که میبینید دانه های گرده بهش چسبیده که گفتیم دانه گرده رو برای پروتئین رو روغن میارن و اون نکتارها رو برای شیرینی میشه. خب اینجا یه اشاره کردیم به این که به دلیل نقش بسیار مهم زنبور عسل در گرده افشانی و افزایش بالوری محصولات کشاورزی و میوه ها، سازمان جهانی غذا و کشاورزی یعنی FAO روز 20 می هر سال را به عنوان روز جهانی زنبور نامگذاری کرد. 20 می هست. خب اینجا باز ببینید که یه زنبور چطور گرفته و دانه های گرده میشه. باز اینجا کار پولینیشن انجام میشه. اینجا هم حشرات مختلفی دارن کار پولینیشن انجام میدن. اینجا درختان میوه است و قسمت بالا کلزاست، قسمت پایین دست راست آفتابگردانه و دست چپ هم که آلبالو گیلاسه که اینا کار پولینیشن روشون انجام میشه. خب اینجا یه توضیحی لازم بدیم که بعضی از مزارع و کندوها رو میارن کنار مزرعه میذارن که محصول مزارع بیشتر بشه. در ضمن خب زنبورها هم از گل نزدیک استفاده میکنه، ولی در اینجا به نفع کیه؟ به نفع اون گیاه. چرا؟ چون زنبورها دوست ندارن گلا همه یه جور باشه، تنوع دوست دارن. بنابراین این تنوعی که دوست دارن اینجا مطلوب نظرشون نیست. میبینید که همه گل‌ها یه جور آفتابگردون، حالا مثلا اینجا مثلا کلزا و باز زنبورها مجبورن همه گل‌های یه جور رو استفاده. پس وقتی که مزارع و ما گرده افشانی میکنیم با زنبور عسل به نفع مزارع. این هم باز کلزاست و زنبور اینجا هم داره برداشت میکنن عسل ها رو. اینجا باز هفته پولینیتور اعلام کرده که باز سازمان ملل هفته پولینیتور. خب اینجا ببینید باز گل یک گیلاس رو میبینید که توسط زنبور داره بازرسی میشه. بنابراین دانه های گرده کامل میتونه مادگی رو پوشش بده و محصول بهتری به دست بیاره. اینجا ببینید روی این گرد افشانی حشرات و به خصوص زنبور عسل که از همشون فعال تره، دو تا چیز مطرحه. یکی مقدار محصول بالا میره، یکی کیفیت محصوله. یعنی شما این میوه ها رو وقتی که اگر درست تلقیح نشده باشن، بعضی جاهاشون خوش فرم نمیشن، یعنی کامل نیست میوه، شکلشون بد فرم میشه و دلچسب نیست. اینجا باز 20 جون هفته پولینیتوره و اینم باز می‌بینید که میوه ها وقتی که تلقیح شده باشن چقدر زیبا و چقدر خوش فرم میشن. اینجا هم یه خیاره، این گل خیاره که باز داره زنبور روش. اینجا هم توت فرنگیه، باز یه کفش روزک 7 نقطه‌ای رو میبینیم و زنبور رو. و اینجا خرما یا رطب و اینهاست که این گیاه، بعضی گیاهان دو پایه هستن، یعنی این دانه گردش رو
باید انسان بگیره ببره روی درختی که ماده است بریزه تا خرماها پر بشن و تولید محصول کنه. پس بعضی گیاهان بسیار نادرن، این گیاهانی که دو پایه هستن. اغلب گیاه هم نر و ماده روی یه پایه هست. خب اینجا تنوع گیاهی رو میبینیم که توی مثلا حالتهای مختلف که ایدئال زنبور عسل به این صورت. اینجا من خواستم که پروانه رو شما ببینید. اینجا یه پروانه مونارک هست که اون بالا و یه پروانه هم پایین هست. پروانه ها دو جورن، یکی روز پرواز و یکی شب پرواز. اون پروانه بالایی روز پرواز، پروانه روز پرواز بالاشون بازه و شما اغلب میبینید روی گلاه داره از این ور به اون ور میرن، بالا کاملا بازه. ولی اینی که پایین هست این شب پروازه و اینا بالاشون رو کاملا کنار خودشون میبندن. بیشتر آفات محصولات کشاورزی از این پروانه شب پرواز، یعنی روز پرواز ها آفت نیستن، لارواشون هم آفت نیست. به ندرت مثلا سفیده کلم، حالا یه پروانه سفیدیه که باعث آفت کلم میشه، ولی شب پروازها اغلبشون آفت محصولات کشاورزی هستن، لارواشون محصولات از من. اینجا گل شبدر رو میبینی که گل شبدر هر زنبوری نمیتونه اون شهدشو بگیره، بایستی زبون، اون زبونی که اونجا دیدید دراز داشته باشه تا بتونه بین اینا عبور بده و بتونه شهد گل رو ازش داخلش بیاره و بسیار عسل خوبی رو هم تولید میکنه. اینجا باز هفته اینم زنبور درشته که باز داره گرد افشانی میکنه. اینجا دست چپ فلکس یا کتان که این گل آبی بسیار زیباییه و زنبور عسل داره تلقیحش میکنه. اینجا باز گلهای دیگری هستن. خب حالا ببینید ما وقت زیادی هم نداریم، ولی این تنوع گیاهیه، اینا ایدئال زنبور عسل، یعنی همه نوع گلی باشه و بتونه شهدهای مختلف رو بگیره و دانه های گرده مختلف رو بگیره و بهترین عسل و بهترین زندگی. و هدف زنبور عسل این نیست که برای ما عسل تولید کنه، هدفش عسلیه که تولید کنه که زمستان خودشو بگذاره. منطقه خب دیگه ما سهم خودمون رو میگیریم و بعد تولید عسل جهان الان یعنی هر 4 نفر 1 کیلو عسل تولید میشه برش، یعنی 250 گرم عسل برای 1 سال یه نفر تولید میشه. درسته که مثلا بعضی از افراد 12 کیلوگرم در سال یا بیشتر 20 کیلوگرم عسل مصرف کنه، پس یه عده زیادی عسل اصلا گیرشون نمیاد. خب این پس یه گلهای وحشیه، اینم گلهای وحشی و اینم کاناداست، گلهای وحشی کاناداست که بسیار مطلوبه. اینم همطور وایلد فلاورز کانادا، اینم کانادا باز، اینم دنیای آمریکا و اینم کوههای از گلهای وحشی آلبرتاس و همینطور. خب اینم چند تا گیاه ها من دیگه آخر صحبته، گیاه های کمیاب جهان. اینا بسیار گیاهان زیبا و کم، یعنی اینا رو از زنبور عسل یا این پولینیتورا تلقیحشون نکنن جمعیتشون کم میشه و از بین میرن. یعنی اینجا دیگه یه خدمت دوگانه ای انجام میشه که اینا ماندگار میشن، گلهای کمیاب هم. این چقدر هم زیبا هست. خب اینجا باز اون
پروانه روز پرواز و شب پرواز رو میبینید. این لارو همون مونارک، یعنی این کاترپیلار، ببینید اینا بسیار پرخوراک. اینا تا لحظه ای که به صورت لارو هستن و کرم هستن بسیار پرخوراکن و بنابراین بیشتر آفات محصولات کشاورزی هم همین لارو هست. خب یه موضوع دیگری راجع به انجیر صابوناتی داریم. منطقه از استحمانات هست که زیر پوشش انجیر دیم که شما بیابونا رو میبینید، اینا همه درختای انجیره و انجیر از این انجیر مریمی های جلوی خشک هست که تو بازار میفروشن، تولید ایناست. اینا هر 3-4 تا درخت ها که شما میبینید مال یه نفر مالکیت شده و این درخت ها هیچ آبیاری هم نمیشه، با به صورت دیم اداره میشن و بعد این هم انجیرش. منتها این انجیر تا تلقیح نشه، یعنی یه زنبوری هست که اونجا دست چپ بالا میبینید روی انجیر زنبورهای بسیار ریز هستن. این زنبورها مثلا خیلی کوچولو هستن. این زنبورها باعث تلقیح انجیرها میشن و انجیر پر میشه و وگرنه پوک میشه و میفته، اصلا محصولی نمیده. شما اینجا زیر اون میبینید یه قوطی آویزون کردن. این محلی ها این زنبورا رو داخل این قوطی میذارن و به درخت زنجیر آویزون میکنن. زنبورا از داخل قوطی میان بیرون و گل انجیر رو تلقیح میکنن و در هر صورت باعث میشه که میوه کامل بشه. که اینجا حالا شرح تماما و زنبورها رو میبینید روی داخل چیز انجیرها و این میگن انجیر صابوناتی. صابونات یعنی استحمام. اطراف دریاچه بختگانه دیگه که بسیار منطقه خاصه و پرتولیدی هست. باز همون زنبور نره و اینا ماده، پایینی نره بالایی ماده و اینا منابع مورد استفاده است که در اصل تشکر میکنم و از اینجا خارج میشم. خیلی متشکری. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم ببخشید که این مطلب خیلی خوب بود. آقای دکتر نعمتی خیلی ممنونم از لطف